الان که یه چند روزیه از معرفی آیفون های سری 16 میگذره، بحث خرید آیفون جدید پیش میاد. کدوم مدل آیفون بخریم؟ بین آیفون هایی که توی بازار نو بخریم یا دست دوم، آیفون های سری 13 بخریم، 14 بخریم، 15 بخریم یا 16 بخریم. توی این ویدیو من قصد دارم کل حالت هایی که شما میتونه روی انتخابتون تاثیر داشته باشه رو بررسی کنیم دونه بدونه. پس سلام، به همراهان درجه یک کیس دیسپلاس. توی این ویدیو قصد دارم همونجور که خدمتتون بهتون گفتم یه سری حالات و احوالات بازار موبایل رو با هم دیگه بررسی کنیم. خوشحال میشم تا آخر این ویدیو همراه من باشید. بزنید برید سراغ اصل ویدیو. برای گرفتن انرژی مثبت و اینکه ان شاء الله آیفون های سری 16 رجیستر بشه، آیفون 14 به بالا رجیستر بشه، با یه دونه اود رو شن کردیم که انرژی مثبتش بالاخره برسه به دست مسئولین و گوشی برامون رجیستر بکنن. بدون سراغ اصل مطلب، اول کار بیاد بررسی بکنیم که آیا آیفون های سری 16 رجیستر میشه یا نه. الان چند روزیه که آیفون ها وارد بازار شدن و یعنی معرفی شدن، هنوز عرضه به بازار نشدن. امروز چهارشنبه هست و 20 شهریور 1403. هنوز کسی اصلا نیومده صحبت بکنه که این گوشی معرفی شد از مسئولی پیجای اینستاگرامی که زیاد راجع به صحبت کردن. اما یه اتفاقی افتاده، آیفون 13 42 میلیون تومانی شده 39 میلیون تومان. من یه حسی گرفتم، گفتم که احتمال داره که یه حدس و گمانای پیش اومده باشه، یه سری حرفا پیش اومده باشه که بخوان رجیستر کنن. شرکت‌های فروشنده دارن قیمت آیفون هاشون رو میارن پایین که خب الان هرچی میتونن بالا بفروشن که توی آیفون 16 وقتی رجیستر شد توی ضرر نفروشن. اما خب الان دیگه بدون حالت‌های مختلف رو بررسی کنه. شما الان که بخوای یه گوشی آیفون بخری، نو میتونی بخری یا دست دوم. توی بخش دست دوم ها ریپک و رفرش و اف ال و اینا هم اضافهش کنید. آیفون های نو اصلی بازار 13 پرو 13 پرو مکس خیلی محدودن. آیفون 13 بازم موجودشون توی بازار خوبه، اما از 2 روز پیش به بعد دیگه کلا خط تولید آیفون 13 نرمالا توقف پیدا کرد. حالا یعنی چه؟ یعنی که آیفون 13 دیگه تولید نمیشه. پس الان هر چی توی بازاره یا مال قبله یا احتمال داره ریپک و رفرش باشه. حالا در مورد ریپک و رفرش قبلا خیلی صحبت کردیم، وارد چنلمون بشید میتونید پیدا بکنید که چجوری بفهمید یه گوشی ریپک یا رفرش. کار اینجا بهش نداریم. اما گوشی که ریپک و رفرشن که اصلا بحثشون سواست. حالا هر کی میخواد گوشی ارزون تر بخره و گوشی رجیستر شده بخره، میخواد ظاهر گوشی تر تمیز باشه بره ریپک رفرش بخره. من پیشنهاد نمیدم به کسی بخره. افلام بد، فایولام بد نیستن. حالا اصلا میذاریمشون کنار. میمونه اون طرف 13 نورمال که نوش توی بازاره، 13 پرو 13 پرو مکس که تک و توکه و قیمتاشون از 115 میلیون تومان به بالا. اونا رو فعلا نخرید. ما خودمونم داریم تو سایتمون تا دلتون بخواد. پیشنهادم اینه که فعلا نخرین. تهش که گرون بشه یه 20 تومن دیگه گرون میشه تو بهترین حالت. حالا اونی که داره 140 میلیون تومان پول میده یه 20 تومن دیگه هم بده. اما اگه که واردات آزاد بشه، این گوشی که شما خرید 120 میلیون تومان، دست دومش ماکسیمم میتونی بفروشی 40 میلیون تومان و 70-80 میلیون تومان میشه ضررت. پس دست نگهدار. اگه که میخوای نو 13 پرو 13 پرو مکس بخری، دست نگهدار. بابت خریدن آیفون های سری 13 خب یکی شک و شبهه ایجاد میشه. الان قیمتش به نسبت قیمت خوبیه. حالا شما آیفون 13 بخرید 39 میلیون و 500 در فرض مثال توی بالاترین حالت 39 و 500 دیگه بالاترش نیست. وقتی که حالا آیفون های سری 16 معرفی شدن میتونی بفروشی رو 32 تومن، 5-6 تومن جا 6 تومن ضررش میکنی. خب بالاخره یه مدت ما استفادهش کردی. اما اگر که بنا بشه آیفون های سری 16 رجیستر نشه، 14 و 15 رجیستر نشه، آیفون 13 که شما خرید 40 میلیون تومان، تو لول اول قطعا قیمتش 2 برابر میشه. حتی اگه هیچ دلیل دیگه هم توی بازار نباشه، همون شوکی که به بازار وارد شده باعث میشه که قیمت گوش شما 2 برابر بشه. خب حالا تونستیم یه جمع‌بندی بکنیم. آیفون های سری 13 پرو و 13 پرو مکس رو کلا نخرید فعلا، ولی 13 نورمال خریدنش اشکال نداره. 13 نورمال ما خودمون داریم، 13 پرو مکس هم خودمون داریم. 13 نورمال چرا بخرید اشکال نداره؟ چون اگه ضررم بکنه 4-5 میلیون تومان ضرر کرده، اما خب احتمال سودش برای شما بیشتره و گوشی هم که می‌خرید سال‌ها میتونید ازش استفاده کنید. اما الان بریم سراغ آیفون های 14 15 16. اگه که به هر دلیل شما دلتون میخواد گوشی که هنوز رجیستر نشده رو بخرید، برید سراغ غول مرحله آخرش. دور آیفون های 14 خط بکشید، 15 رو نخرید، خیلی بهتره. و خب مستقیما برید سراغ سری های 16 یا 16 پرو.
احتمال رجیستر شدنش میگم یه سری حدس و گمان ها زده شده و خب شما میتونید اعتماد کنید و بخرید. حالا یه بخشی پیش میاد اگر که آیفون های 14 تا 16 رجیستر بشه گوشی های ما چقدر توی سرش میخوره و چقدر از قیمتش کم میشه. اونایی که آیفون 13 دارن، آیفون 12 دارن، شمایی که دارید نگرانش نباشید، بالاخره گوشیتون ازش استفاده کردید یه چند سال، یه 2 سال 3 سال 5 سال هر چقدر که هست ازش استفاده کردید، پس جای نگرانی نداره. گوشیاتون رو نگه دارین. ولی خب اگه دنبال خرید گوشی بدون رجیستر هستین میتونید گوش بکنید طرف مدل‌های 14 به بالای آیفون. یه نکته دیگه هم پیش میاد خیلی مهمه بهتون بگم، آنتن های آیفون های 14 و 15 که تا به امروز رفته بوده در حال حاضر تقریبا میشه بگی روی اپراتور همراه اول برگشته شده. حالا این هم یه سری شک و شبه ها توی بازار ایجاد میکنه. این تیکه ویدیو هم برای افرادی که آیفون 14 و 15 دارن میگیرن یا دوست دارن این مدل ها رو بخرن. شما وقتی که بنا به این بشه حالا به هر مقدار درصدی قرار باشه که آیفون 14 و 15 رجیستر بشه، قطعا رایگان قرار نیست آنتنش برگرده و شما باید یه پولی بدید و پول گنده‌ای هم باید بدید، حداقل روی 20-25 میلیون تومان هزینه بکنید برید تا بالا، مثلا 60 میلیون تومان 70 میلیون تومان. حالا اونایی که آیفون 14 و 15 میخوان بخرن نخرن، شما باید بودجه 40-50 میلیون تومان یا برای رجیسترش بذارید کنار، حداقل بذارید برای آیفون 16. و خب حالا اونایی هم که دارن میتونن گوشیاشون رو بفروشن، افت قیمت آنچنانی نداره گوشی های اپل توی بازارمون. و از طرف دیگه اونایی که آیفون 13 هم دارن نگران این نباشن که حالا گوشیشون خیلی قیمتش میریزه. چرا؟ چون که وقتی که آیفون های نسل جدیدتر رجیستر بشن خب بالاخره مبالغ خیلی سنگینی بابت رجیسترشون دولت دریافت میکنه، پس ضرر آنچنانی هم آیفون های سری 13 نداره. اما 13 پرو 13 پرو مکس خیلی میخوره تو سرش. حالا بریم سراغ جنبندی کلی. قبلتر بهتون گفتم آیفون 13 همچنان ارزش خرید داره. آیفون 14 و 15 کسی الان دیگه نوعشو نخره، ارزش خرید نداره مگر اینکه یکی خیلی زیر قیمت نوعشو پیدا بکنید که خب اونم باید چک کنید بودار نباشه. و از طرفی آیفون های سری 16 اگه که وارداتشون آزاد بشه خب یه مبلغ بابت رجیسترشون میگیره، اما یه شوک مثبت به بازار موبایل وارد میشه و باعث میشه که مردم بتونن گوشی خوب از این به بعد دست بگیرن و خب گوشی قدیمیشون مثل آیفون های سری 14 13 شون که میخوان بفروشن و بیان طرف آیفون های سری 16 توی بازار زیاد میشه و همین باعث میشه که یه خورده قیمت های دست دوم افت کنه. دست دومایی که حالا یه سال 2 سال کار کردن. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگر جایی براتون سوال پیش اومده حتما کامنت بذارید، من تمام کامنت ها رو جواب میدم. و خب اگه که ایده دارید بابت ساخت ویدیو جدید توی همون کامنت ها بهمون بگید. پیج اینستاگرام ما فالو بکنید که روزانه کلی جایزه داریم. این اودم منو خفه کرد. خیلی دمتون گرم. لایک و سیو و شیر فراموش نشه. دفتر ما زنگ خورد. خیلی مخلصیم.